درود میفرستم به همه عزیزان. مهرناز صادقپور هستم در خدمت شما با موضوع مهمترین عامل شکست در روابط، اینکه چرا روابط پایدار نمیمونن، شکل نمیگیرن، ادامه دار نمیشن. در واقع صحبت کردم در ویدئوی اول خدمتتون، گفتم که یکی از مهمترین دلایلی که روابط به ثبات و پایداری نمیرسن و به شکست منجر میشن این هستش که ما شناختی نسبت به خودمون نداریم. وقتی من شناختی نسبت به خودم ندارم، پس نمیدونم که معیارهای انتخاب همسرم چی هستش. پس هر کسی که وارد زندگی ما میشه، ما گیج میشیم و نمیدونیم باید چی کار بکنیم. به عنوان مثال، وقتی که خودت رو نمیشناسی و شناختی نسبت به خودت نداری، انتخاب‌ها و تصمیم‌ها اکثراً بر مبنای احساس ترس از تنهایی میشه. احساس ترس از این که اگر الان به ایشون که داره بیان میکنه و میگه که من شغل پایدار ندارم، ولی شما مثلا اینجا تو لیستت هم ممکنه نوشته باشی شغل داشته باشه، حتی ممکنه نوع شغلش رو هم نوشته باشی، ولی طرف مقابل شما اون ویژگی رو نداره. بعد شما با خودت فکر میکنی که خب حالا اشکالی نداره، درست میشه، شغل پیدا میکنه ها. خودت رو توجیه میکنی. بعد همین عامل باعث اختلاف میشه در رابطه، چون شغل یک مسئله مهمیه. فرد مقابل شما اگر ثبات مالی، ثبات شغلی نداشته باشه، خب یک چالش خیلی بزرگی ایجاد میشه. و همین خود شما که ابتدای رابطه توی هیجان هستی، حتما میخوای وارد رابطه بشی، حتما میخوای شخصی وجود داشته باشه، چشماتو میبندی، میگه اشکالی نداره. و این آدم از اول نشون داده که رابطه به شکست منجر میشود، به اختلاف میخوریم. چرا؟ چون ایشون شغل نداره و شما جز ارزش‌هات نوشتی که طرف مقابل شغل داشته باشد. امنیت مالی یکی از آیتم‌های مهمه. بعد شما وارد رابطه میشی، شروع میکنی به غر زدن و ایراد گرفتن و بعد میگی همه مردا این شکلی هستن، همه مردا اونجوری هستن. قضاوت‌ها شروع میشه. نه عزیز دلم، هیچ کسی هیچ جوری نیست. ایشون هم کاملا کار درستی رو حتما داره انجام میده، ولی نشون میده که ایشون به دلیل نداشتن شغل ثابت یا درآمد ثابت آماده ازدواج نیست. و شما میگی عیبی نداره، وارد رابطه میشی و خب به شکست منجر میشه. حالا این انتخاب میتونه بر اساس تنهایی باشه، میتونه بر اساس ترس از این باشه که نکنه کس دیگری غیر از این نیاد، سنم داره زیاد میشه، حتما الان باید تو رابطه باشم، حتما الان من باید ازدواج بکنم، دختر خالم ازدواج کرده، پسر خالم ازدواج کرده، نمیدونم دوستم ازدواج کرده، الان 2 بچه داره، من ازدواج نکردم. همه اینها یه سری افکار و باورها هستن که باعث میشه شما رو به سمت اون تصمیم و اون انتخاب هل بده و بعد شما وارد اون رابطه میشی و بعد شکست. خیلی از آقایون بودن که تو جلسات می اومدن و میگفتن که من صادقانه به اون خانم گفتم من میخوام مهاجرت کنم، قصد موندن ندارم، دنبال رابطه بلند مدت نیستم، میخوام مهاجرت کنم. حالا اون خانم وارد رابطه با من شد، نه تو رو خدا جون من مرگ من، خب منم باهات مهاجرت میکنم. خب میگه من از اول روشن گفتم میخوام مهاجرت کنم. ایشون هم وارد رابطه میشه و ته رابطه مشخصه شکست، به نتیجه نمیرسه.